مولی خالتون رو سابسکرایب کنین، به خاطر من و لوسی سابسکرایبم بکنین تا ببینم. سابسکرایبم بکنین لطفا. بذار یه جور دیگه مثل این فیلمای کره هستا که اینجوری میکنم. تو خدا سابسکرایبم بکنین. نظراتتون برام خیلی مهمه، چون میخوام بدونم که از این کارهای دابسمشی مثل امروز انجام بدم، آهنگای قدیمی رو بخونم، دابسمشی کار بکنم و اینا، یا چالش‌های خانوادگی رو انجام بدم، یا هر دو گزینه. چون برام ویدیوهای بلند خیلی مهمتره. ویدیوهای کوتاهو که میبینم که بازدید میخوره و خیلی هم دوست داریم و منم عاشق تک تکتونم. لطفاً نظرتون بهم بگین. قلب پایین قرمز کنین. انگشتتون فکر نمی‌کنم درد بگیره، قرمز بکنین. و خواهش میکنم به یه مادری که بعد از سالها تونسته بیاد جلوی دوربین و خودشو 0 تا 100شو نشون شماها بده، بهش انرژی بدین با سابسکرایب کردن و تا من بتونم پر انگیزه برم جلو و کنارم باشین. چجوری بگم، وقتی کنارم باشین میفهمم که دوست دارین کارامو و منم ادامه میدم پرقدرت. به قرآن مجید این پخش بشه خب یعنی آبرو حیثیت رو میده. خب این آهنگو دوست داشتم، آهنگ قدیمی که نیست در جهان دوست دارم. حالا میخوان هر کی سوء برداشت کنه. آقا ما برای بادمجون شعر میخونیم. بادمجون، فقط بادمجون. این بادمجون باهاش خورشت بادمجون، کشک بادمجون، میرزا قاسمی و انواع اقسام غذاها رو درست میکنن. در مورد بادمجونه فقط. لطفا ایهامدار بهش فکر نکنین. لطفا به چیزهای بد فکر نکنین. ذهنتون منحرف نباشه، ذهنتون سالم و پاک باشه. فقط بادمجونه. بادمجون برای خورشت، همین.